صبحتون بخیر و پرفیض باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدواریم در هر کجا که هستید خوب و سلامتید و البته امروز با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما را در جریان خبرهای تازه بگذارد. امروز 15 ایول و ساعت به وقت پراگ هفته صبح است و من شالوگل خوجا آماده هستم که چون همیشه نوگانی ها را برای شما بگویم. و چون معمول در این هفته های اخیر شروع میکنم از پروازهای چارتری، شرکت سومون ایر برای آوردن توجیکانی درمانده پرواز مخصوص را با خطسر دوشنبه استانبول دوشنبه به نقشه گرفته است. قرار است پرواز روز 17 ایول از دوشنبه 6:20 و از استانبول 10:05 به وقت محلی انجام شود. سومون ایر میگوید تاجیکستانی هایی که خواهش بازگشت به وطن را دارند باید در نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در ترکیه خود را ثبت نام کنند. از شهروندان خارجی که عزمی از استانبول به دوشنبه سفر کردن را دارند پیشنهاد حجت‌های اجازه دهنده ورود به تاجیکستان طلب می شود. طبق اعلان نشر کرده شرکت سومون ایر، اشخاصی که اسناد اجازه ورود به قلمرو ترکیه از جمله روادید عمل کننده سقراط طبی به مهلت سکونت را دارند می توانند از این امکانیت استفاده برده از دوشنبه به استانبول بروند. مسافران ترانزیتی را داشتن حجت‌های اجازه دهنده عبور از قلمرو ترکیه، اسناد اجازه دهنده ورود به نقطه نهایی سفر و چپته های پرواز حتمی باشد. از همه مسافران به طور حتمی داشتن نقاب و دستپوش حفاظتی تقاضا شده است. هنگام ورود به فرودگاه شهر استانبول همه مسافران باید انکیت مخصوص را پر کنند و از سنجش کووید 19 گذرند. در صورت معاین شوی نشانه های بیماری کرونا ویروس نو مسافران اخراج نشده بلکه از حساب خود و یا شرکت سقراط کننده تبابت کرده می شوند. گرفتاری 3 کارمند سفارت تاجیکستان در روسیه با کرونا ویروس تصدیق شده است و احتمالاً در سفارت کرانتین اعلان شود. در سفارت تاجیکستان روز 14 ایول به رادیو آزادی گفتند که حکومت روسیه از آنها درخواست کرده است رویخط کارمندانی را که با این 3 نفر تماس داشتند در اختیار آنها گذارد. بر اساس معیارهای بهداشتی در روسیه افرادی که با گرفتاران کرونا ویروس تماس داشتند از تشخیص میگذرند و تا 14 روز به کرانتین فرا گرفته می شوند. در اصل همه کارمندان سفارت با این 3 نفر تماس داشتند، اما هنوز سفارت به خلاصه نآمده است که به کدام شکل کار کند، گفت یک همصحبت ما در سفارت تاجیکستان در روسیه. آخر ماه می مقامات تاجیکستان اعلان کردند که پروازهای چارتری به تاجیکستان را به راه ماندند و شهروندان نیازمند را با نوبت به وطن برمیگردانند. پس از این در نزد سفارت مهاجرانی که خواهش بازگشت به وطن را داشتند جمع آمدند. هفته گذشته آنها اعتراض کردند که سفارت در رویخط آنها را جای داده است که در اصل نیازمند نیستند. سفارت ادعای آنها را رد میکند و میگوید در نوبت اول زنان حامله و معیوبان را به وطن برمیگردانند. در سفارت تاجیکستان گفتند که در صورت اعلان کرانتین دیگر مهاجران را قبول کردن نمیتوانند و کار را با شیوه برخط یا آنلاینی به راه میمانند. چون از بیماری کووید 19 گفتیم، شماره عمومی فوتیدگان بر اثر کووید 19 در تاجیکستان به 56 نفر رسید. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان شامگاه 14 ایول اطلاع داد که شبانه روز گذشته در کشور 48 نفر به این بیماری گرفتار شده، 1 کس فوتیده است. وزارت تندرستی میگوید که از 30 اپریل تا کنون 6643 نفر در تاجیکستان به این بیماری گرفتار شده، 5332 یا 80% مبتلایان شفا یافتند. با اطلاع این وزارت شبانه روز گذشته 178 نفر گمانبران زیر مراقبت پزشکان قرار داشته، 54 نفر بعد از معالجه رخصت داده شدند. ولی متخصصان با امور رسمی شبهه دارند و میگویند بنابر نبودن تشخیص درست و مناسب کرونا ویروس نو ممکن است تعداد واقعی گرفتار و تلفات از بیماران به مراتب زیادتر باشد. سازمان هلال احمر میگوید در افغانستان سرایت کرونا ویروس به طور فوجیه بار افزایش یافته، شفاخانه و مؤسسه های تندرستی سرشار از بیماران هستند. طبق امور رسمی در افغانستان 37700 نفر گرفتاری کووید 19 بوده، بیش از 1000 نفر از بیماری کرونا ویروس نو به هلاکت رسیدند. روز 14 ایول سازمان هلال احمر افغانستان در اظهارات گفت که این کشور در روبروی فوجیه بهداشتی اجتماعی و اقتصادی قرار دارد که سببگار
آن بیماری کووید 19 است. به قول همین منبع شماره واقعی گرفتاران کووید 19 احتمال به مراتب بیشتر باشد، زیرا آزمایش مردم محدود بودن نظام تندرستی ضعیف است. بر پایه معلومات سازمان جهانی تندرستی در افغانستان یک طبیب به 3500 ساکن راست میآید. با نیلوب مبارز دبیر کل هلال احمر افغانستان خادمان ساحه تندرستی با کمبود نقاب و دیگر جهاز حمایتی روبرو بوده، دسترسی به مناطق دوردست برای آزمایش معالجه گرفتاران محدود است، میگوید او. در 6 ماه اول سال جاری بیش از 6000 ساکن سوخت وفات کرده است، ولی مقامات میگویند که فقط یگان نفر آنها از بیماری کووید 19 به قید گرفته نشده است. این معلومات را مسئولان شعبه ریاست اسناد حالتهای شهروندی در ولایت سوخت روز 14 ایول ضمن نشست خبری اعلام کردند. فرهمند نرزی زاده یک مسئول نهاد گفت در نیم سال اول سال روان 6063 ساکن سوخت وفاتیدند که نظر به سال پیش 285 نفر زیاد باشد. او در پاسخ به سوال آن که بیماری همگیری کووید 19 سبب به هلاکت رسیدن چند نفر گردید گفت فوتیدن یگان نفر بیماری کووید 19 در شعبه ریاست اسناد حالتهای شهروندی ولایت ثبت نشده است، لیکن سبب فوت 203 نفر رسما از بیماری التهاب شش، همچنین 109 نفر دیگر از نارسایی شدید کور شش و دل به قید گرفته شده است. با گفته مسئولان شعبه ریاست اسناد حالتهای شهروندی این نهاد سبب‌های مرگ ساکنان را از روی شهادتنامه طبی وفات آنها که ریاست تندرستی تهیه و پیشنهاد می‌کند رسما ثبت می‌نماید. بیش از 41% خانواده‌ها در یک تحقیقات بانک جهانی در تاجیکستان گفتند که مصرف غذا را در ماه می 2020 کم کردند. در نشر نوی تحقیقات صدای تاجیکستان که آن را دفتر بانک جهانی برای سنجش وضع نیک و احوالی خانواده‌ها منتظم دایر می‌کند گفته می‌شود 41% پرسیده شده‌ها از کم کردن استعمال خوراکواری در ماه می امسال خبر دادند. این حالت در قیاس به همین دوره سال گذشته 24% بیشتر بوده است. مؤلفان این تحقیقات نوشتند امنیت اوضاع در تاجیکستان از روی چند نشانداد بدتر شده است. بیشتر پرسیده شدگان گفتند گرسنگی میکشند، خوردن خوراک را کم کردند و از آن در تشویشند که غذای کافی برای خود خریداری کرده میتوانند و یا نه. دیگر نشاندادهای نیک و احوالی نیز به نوشته مؤلفان تحقیقات بدتر شده است. از جمله شماری خانواده‌هایی که ماه می گفتند طول 7 روز آخر کسی از عائله آنها کار نمی‌کند از 20% قبلی تا به 40% بیشتر شده است. شماره جای‌های کار خالی در پایگاه معروف سامونتیجی در قیاس به ماه ینور 70% کم شده است. ضمناً دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان در نامه‌اش به پرزیدنت بانک آسیای رشد هم نوشت بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس حکومت پیش بینی می‌کند که 100,000 نفر در تاجیکستان بیکار می‌مانند و میزان بیکاری از 2 تا به 6% بالا می‌رود. دیروز در روز سیوم برخوردهای مسلحانه در مرز میان آذربایجان و ارمنستان 7 نظامی آذری از جمله یک گنرال به هلاکت رسیده، از طرف مقابل 4 سرباز ارمنی کشته شدند. در برخوردها توپخانه وزنین هم استفاده شده است. جامعه جهانی دعوت دارد که جانب‌ها فوراً مقاومت را متوقف کنند. طرف‌ها هم دیگر را با گشودن آتش ایبدار می‌کنند. در سال‌های 90 آذربایجان و ارمنستان برای نظارت منطقه قره‌باغ کوهی جنگ کردند. در دوام 3 روز مناقشه اخیر طبق گزارش‌های رسیده در برخوردها 16 کس به هلاکت رسیدند. خبرنگاران رادیو آزادی وضعیت را مراقبت دارند و شما بینندگان عزیز تفصیلات را می‌توانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. نظام عدلیه ایران میگوید یک کارمند سابق وزارت مدافع این کشور با جرم فروختن معلومات به اداره مرکزی اکتشافی ایالات متحده آمریکا اعدام شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی نظام عدلیه روز 14 ایول گفت رضا اصغری با گناه فروختن معلومات درباره برنامه موشکی ایران هفته گذشته اعدام شد. از 4 سال پیش اصغری از ریاست فضایی وزارت مدافع به استعفا برآمد. جدا از این اسماعیلی گفت محمود موسوی مجد نام شهروند ایران به جاسوسی به آمریکا و اسرائیل ایبدار دانسته شده است و تا حال حکم اعدام او اجرا نگشته است. به قول مقامات ایرانی موسوی مجد به این کشورها معلومات درباره قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را انتقال داده است. یادآور می‌شوم که سلیمانی ماه ینور در عراق با موشک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا کشته شد.
سامانه اخبار کم با تکیه به مرکزی حامی حقوقی سوا می نویسد که در شهر طولای روسیه یک شهروند تاجیکستان را برای برگزاری نمازها در یک خوابگاه 30,000 روبل جریمه بستند. دادگاه همچنین حکم اخراج او را از قلمرو روسیه صادر کرده است. حامیان حقوق گفتند در حجره این زاده تاجیکستان تا 15 نفر نماز می‌خواندند. دادگاه این را فعالیت غیر قانونی میسیونری معنی داد نموده است، چون که امام این نمازها را با مفتیات منطقه هماهنگ نکرده است. سامانه می نویسد که این قرار دادگاه هشدار برای مهاجران مسلمان در روسیه است که عادتاً نمازهای خود را در حجره جمع شده جماعت می کنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید نجات دهندگان در جریان راه‌اندازی کارهای جستجویی جسد ساکن 22 ساله دهه آبی شفای جماعت چارگل تپه نویه رودکی را از قعر آب بیرون آوردند. این جوان در جایهای ممنوع برای آببازی شناوری میکرد و از رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری در آب غرق شده است. جسد مرحوم پیدا و به پیوندانش سپرده شد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده یادآوری کرده است که در ظرف 6 ماه سال جاری 34 نفر در آب غرق شده و جان خود را از دست دادند. 16 نفر آنها جوانانی از 17 تا 35 ساله می باشند. و ریاست کشاورزی در ولایت ختلان از زیاد شدن حجم صادرات میوه و سبزیجات نسبت به سال گذشته خبر میدهد. محصولات کشاورزی را از تاجیکستان، اساساً روسیه، لیتوا، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان و افغانستان خریداری کرده است. ظفر نسکوف، یک مسئول ریاست کشاورزی ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در شب و روزی اوج کرونا ویروس در کشورهای آسیای میانه آنها توانستند که نسبت سال گذشته بیش از 7,000 تن میوه و سبزیجات صادرات نمایند. از شعبه تحلیلی حکومت ولایت ختلان میگویند که در 6 ماه طریق راه آهن 19 واگن پیاز با وزن 1140 تن و دیگر پالیسی ها به قزاقستان و روسیه صادرات شده است. و بینندگان عزیز، چون معمول در پایان صحبت برای شما از قرب اسعار خارجی میگویم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است: $1 10 سومانی و 30 درم است، یک یورو 11 سومانی و 72 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی رسا 144 سومانی و 30 درم تعیین گردید است که نسبت دیروز 70 درم کمتر می باشد. این خبرهایی بود که در ساعت 7 با وقت پراگ من پیشنهاد شما کردم و بعد 3 ساعت دیگر بازم با شما ملاقات داریم با خبرهای نو. من شما رو در همین جا منتظرم و امیدوارم ما را همراهی خواهید کرد. تا اون وقت خود را احتیاط کنید، روزی با قرار داشته باشید و سپاس که هر روز با ما هستید.